بازی رایانه‌ای تراویان فیلتر شد. کارگروه مبارزه با مصادیق محتوای مجرمانه این بازی برخط یا به قولی آنلاین رو که ترجمه ماسونی و صهیونی داره رو فیلتر کرد. بازی آنلاین با محیط ساده و غیر گرافیکی که با پایین ترین سرعت ها هم قابل بازی و پیگیریه. تراویان، بازی استراتژیک که در نگاه اول با شعار ثبت نام رایگانش بازدید کنندگان رو مجذوب خودش میکنه. اما بازیکنان در طول بازی برای خرید منابع و امکانات نیاز مداوم به طلای مجازی دارن که باید اونو خارج از دنیای بازی و با واریز مبلغی به حساب صاحبان بازی به دست بیارن که این خود باعث میشه مقادیر هنگفتی ارز از کشور خارج بشه. بازیکنان در ابتدای بازی کار خودشون رو به عنوان رئیس یک دهکده کوچیک شروع میکنن، اما با توجه به اساس بازی که بر پایه حمله و چپاول پیریزی شده، تنها راه پیشرفت و گسترش قلمرو حمله به سرزمین‌ها و دهکده‌های اطراف و غارت منابع اونهاست. هدف نهایی این بازی هم ساخت عمارتی جادویی شبیه به برج بابله. در واقع پشت پرده سناریوی این بازی در ظاهر ساده چیزی نیست جز هدف طراحان صهیونیستی ماسونی‌اش که همون آماده ساختن اذهان عمومی برای غصب و تخریب بیت المقدس و جایگزین کردن اون با معبد سلیمانه. چرا توی کافینتا همش بازی‌های خارجی دیده میشه؟ بازی هم که توی ایران تولید میشه کمپانی قدری نیستن که بشه مثلا بازی‌هاشون رو با بازی‌های خارجی مقایسه کردیم. راستی هیچ میدونید بچه‌هایی که در کودکی بازی‌های کامپیوتری میکنن اخلاقشون هم تغییر میکنه؟ بچه‌هایی که تو بچگیشون فیلم‌ها، بازی‌ها، کارتون‌های با محتوای پرخاشگری میبینن در بزرگسالی این قضیه درشون بیشتر از بچه‌های دیگه هست، بیشتر از افراد دیگه است. نه، فهمیدم که هدف یه چیز دیگه است و اونم چیزی نیست جز تغییر دادن سبک زندگی ما.